دنیای اسپورتی بدنسازی به تازگی در دنیای ورزشی بدنسازی شاخه دیگر رویت شده است به نام رسوایی اندام. رشد اند اسپورت کاری اند ادب در این رشته ورزشی بیشتر روی ادب و اخلاق کار می شود. ورزش مناسب اند کارمند میبرم اند این ورزش فقط برای کارمندان، معلم‌های دینی و عربی و کسانی که دچار عارضه گشادیسم هستند مناسب است. بدنسازی نیز اشتباه بدنگاهی عده دیگر بدنسازی را با بدنگاهی اشتباه گرفته و به صورت خودمختار در منزل مشغول هستند. عضله دروی چشم من درامای تنها عضله‌ای که در این تصویر درگیر است چشمان من و شماست. چطور دارید هادین چوپان؟ حتما با خود میپرسید که چطور ما هم به هادی چوپان تبدیل شویم یا 75 من را به 85 تبدیل کنیم.